ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى را بیشمار و بی اندازه شکر گزاریم که با فضلش و رحمتش توفیق داد که امشب در خدمت اساتید بسیار ارزشمند و طلاب بسیار گرامی و مردم دیندار و خوب این قریه مبارکه گشت در خدمت شما عزیزان در مرکز حوزه علمیه عین العلوم گشت باشیم. و این تمنا و آرزوی دیرینه بود که ما خدمت شما برسیم، ولی همونطور که دوستان یاد کردند همین مریضی و بالاخره بهانه برای ما درست کرد. در واقع کوتاهی ماست، کوتاهی از نفس ماست، ولی به هر حال کرونا را بهانه قرار دادیم که مریضی هست. و به هر حال بسیار خوشحالیم که این سفر مختصری که داشتیم از همه جا خوشحالیم که در خدمت مسلمانان معمولا تو مساجد ملاقات داشتیم، خانه های خدا، ولی برای ما بهترین جا مدرسه هست، اونجایی که مدارس بودن و بسیار بهترین جا و مکانان
مساجد و مدارس و حوزه علمیه گوشت که یک کشش قدیمی داره و به هر حال همه ما را جذب خودش کرده است، به خاطر او خدماتی را که برای اسلام انجام داده و یکی از مدارس در تاریخ این منطقه است، درخشیده خیلی. و بانی اولش حضرت مولانا عبدالواحد گوشتی رحمت الله علیه بوده که یکی از مخلصین این منطقه و واقعا مجاهدان این منطقه بوده است و از اولی علمایش که توی منطقه آمده و بسیار اساتید برجسته و اساتید خاصی را داشته و ادامه دهنده این راه شیخ الحدیث رحمه الله بودند که ایشان هم واقعا یک انسان بسیار وارسته و انسان که پر از علم بود و پایه علمیه تش بسیار بالا بود و با این پایه‌ای که داشت شکست نفسی و تواضع خیلی زیادی داشت. سعدیه که می فرماید نهد شاخ پر میوه سر بر زمین، وقتی شاخه که پر از میوه بشه میاد پایین، اما شاخه که میوه داشته نباشه سر به آسمانه و ما باری نداره، او که بار داره پایین میآید. و همینطور اونهایی که بار علمی دارن و پایه علمیشون توی دنیا بالاست، اونها شکستگی و عاجزی داشتن و بالاترین نعمت نمونهش رحمت للعالمین و امام النبیین و امام المتقین هست. با او مقام شامخ مقام والا با چه سادگی زندگی کرد و همینطوری سیره بزرگان ما، سیره علماء ربانی، علماء صالح تواضع بوده و همیشه عاجزی بوده در مقابل پروردگار، درماندگی در مقابل پروردگار. و علماء بزرگ همیشه می گفتن که ما چیزی بلد نیستیم. من یادم است و جلسه در ملتان بود، مال مدرسه خیر المدارس بود و در اون بزرگان آمده بودند توی مدرسه. مولانا ادریس کاندهلوی بود، مولانا خیر محمد بود، خیر محمد جالندری، مولانا بله مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع بود و این بزرگان در این جلسه بودند و وقتی که نوبه به مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه رسید فرمود که من در کراچی که میگم که من آدمی توانایی ندارم صحبت بکنم و اینجا که عاجزی کرد که چیزی بلد نیستم، اینجا گفت که اینجا که اصلا من گنگم که این علما هستن. مفتی محمد شفیع همین کلمهش چنان تاثیر داشت به دلها، همین تواضع است که از یک سخنرانی طولانی همین تواضع. معمولا اونهایی که گردن بالا میکشند و میگن که ما بلد هستیم و میدانیم، اینا همینن که زادشون و توشهشون محدوده، کمه و چیزی بلد نیست. اختلافات هم بسیاری اوقات همین افراد میاندازند و اما علما نه. مکه مکرمه مدینه منوره با این ائمه حرم دیداری بوده یا با شخصیت‌های علمی، با این حال که نظر سلفی را داشتن ولی سلفی معتدل، هیچ اینها نسبت به هیچ کسی کمتری کلمه علم اعتدال میارد و کم علم که کم باشه وقت اعتدال گاهی از دست میره. و حضرت مولانا محمد یوسف کسی میدید اصلا خیال نمیکرد که عالم هست
گفتن این کشاورز، یک فرد عادیه و از چهرهش شناخته میشد که این شخصیت بزرگی است، نه از لباس. بالاخره ماها که علممون کمه، بالاخره باید عبای بتن بکنیم، کمبودها را به همین عبا جبران بکنیم و بعد دیگه مسائل جبران بکنیم. ولی مولانا یک واقعا شخصیت علمی بود، انسان متواضع بود و متبع سنت بود، متبع شریعت بود و الله تعالی احسان کنه به ایشان و به بهترین جاگاه و بهترین رحمتهایشون را جا عنایت کند و درجات ایشون را عالی و بلند بگردانه. و سالهای اخیر ضایعات بزرگی اینجا برای بلوچستان و سیستان و استان بلکه نه در کل ایران ضایعاتی برای همه مردم بودن و مخصوصا اهل سنت و مخصوصا انسانهای آزاده. حضرت مولانا حسین پور رحمه الله و بعد همون یاران واقعا صدیقیشون که در سخت‌ترین شرایط و کمبودهای سخت کنار شیخ ایستادند و خدمت کردند. حضرت مولانا محمد دهقان رحمه الله پا به پا همیشه در خدمت حضرت مولانا بود و مفتی خالد رحمه الله تعالی و مولانا فراموش نکنم ولی اینه به پیری به شب پیری من بگذارید. مولانا محمد انور سید زاده واقعا این همه شخصیت های فرهیخته بودن و اینها سبب بودن که مدرسه گشت خوشنام بشه، پیشرفت بکنه، شاگرد تربیت بکنه، از راه های دور و نزدیک برای کسب علم اینجا بیاید. استاد همیشه ساختمان شاگرد جذب نمی کنه، ساختمان شاگرد تربیت نمی کنه، استاد تربیت میکنه و طالب همیشه دنبال استاد است. و ماشاءالله اینجا یک فضای بسیار خوبی بود و این بزرگان رفتن واقعا برای همه ضایعات وارد شد، برای منطقه ضایع، برای مدارس دینی، برای علما، طلاب، برای مردم. و بعد ما خوشحالیم الحمدلله که جناب مولانا عبدالکریم حفظه الله و یادگار حضرت شیخ الحدیث و خلف رشید و صالح ایشان که استاد حدیثان و الحمدلله وقتی که ایشون هم بینیم دلمون اطمینان میگیره و ایشان هم به همون سیره حضرت مولانا همون تواضع هست و همون عادات حضرت مولانا رحمه الله را داره و الحمدلله که در گشت هنوز مولانا عبدالحکیم سید زاده استاد تفسیر حوزه عین العلوم گشت هست و الحمدلله همین ها پای علمیشون یه اساتید حوزه الحمدلله عین العلوم گشت تجربیات علمی دارن و الحمدلله پای علمی همهشون خوب بالاست و هم الحمدلله اخلاص دارن همه اساتید. و عزیزمان مفتی زکریا که به هر حال مفتی خالد رحمه الله اگر نیستن، بعد مفتی زکریا این خلا را الحمدلله پر کرده است و اساتید مخلص حوزه علمی گشت قابل ذکرند و همچنان امشب مهمان ما مولانا عبدالحکیم اربابی است از شاگردان خاص حضرت جاجربی رحمت الله علیه که خیلی به ایشون نظر داشت و توجه داشت و محبت داشت. و مهمانان ما که این سمت راست نشستم ماشاءالله هم از فضلا و به هر حال فضلای حوزه علوم گشتن
و همه شما عزیزانی که اینجا از اساتید و طلاب و مردم عزیز تشریف دارن، همه الحمدلله قابل قدرن و برحال ما لحظه شماری می کردیم که به گوشت برسیم و این بار که وعده کردیم سرمایه گرفت مرا و دیگه گفتیم که توکل بر الله تعالی بشه و الحمدلله الله تعالی کمک کرد که ما خدمت شما با لطف الهی و فضل پروردگار رسیدیم و چند تا صحبتهای شکسته هم خدمت شما میکنیم و امیدواریم که مورد قبول الله تعالی قرار بگیره و آنچه که رضای حق هست و خدای عزوجل همون الله به زبان با جاری بگردانه و مورد پذیرش پروردگار قرار بگیره و مفید باشه برای شما و برای خود بنده. و عزیزان، یک شخصیتی را که توی دنیا بررسی میکنن وقت از ابعاد مختلف او را بررسی میکنن، ابعاد گوناگون این شخصیت را بررسی میکنند و نگاه میکنند و توانایی های او را و ظرفیت او را نگاه میکنند و وقتی شما در میان در انسانهای تاریخی انبیا را بررسی میکنید، واقعا انبیا از هر حیث او ظرفیت خودشون را دارند. رجال تاریخ و رجال به هر حال مناطق مختلف دنیا وقتی بررسی میشن به هر حال نگاه میکنن که اینها چه کسانی را تربیت کرد و اینها شاگردان اینها کیه. اگر امام ابو حنیفه را بررسی میکنن، ببین امام ابو حنیفه چه کسانی را تربیت کرد، امام شافعی شاگردانشون که بودن. اگر امام بخاری بررسی میشه، شاگردان امام بخاری شخصیت برجسته در شاگردان امام بخاری به چشم میخوره، محدثین بزرگ. و همین طوره که وقتی یک شخصیت مورد بررسی قرار بگیره، آثار علمی او را بررسی میکنن، او چه نوشته داشته، کدام کتاب نوشته و تربیت یافتگان او چه کسانی هستند. و ما یک بار در مکه مکرمه بودیم و گفت شما از کجایید؟ ما گفتیم از کسی عالمی سوال کرد، گفت سیستان و بلوچستان، و آشنایی نداشت. گفت که رجال سیستان و بلوچستان کیا هستند؟ کیا را داشته؟ گفت ابو داود سجستانی از سیستان و به هر حال او شیفته شد که مثلا ابو داود سجستانی و شخصیت برجسته و بارزی هست و همین به ذهن ما هم و همین خبر گفته شد. حالا من گفته کسی دیگه من یادم نیست که اونجا بودن، ولی از ما سوال شد اونجا. و این همین طوره شما را جای دیگه شما یک مرکز علمی برید، به محض که شما را بپرسن و شما بگید از کجای آقا، اون مناطق نمیشناسن، او رجال میشناسن و لحاظا میگه رجال اونجا کی بوده است. و لحاظا وقتی که انسان تاریخی بررسی میشه و همینطور انبیا خیلی ظرفیت بالا دارن، چرا که انبیا علیهم السلام صاحب وحی و مربی انبیا علیهم السلام خود پروردگاره و تربیت انبیا علیهم السلام را زیر دست خود الله تعالی داره، چرا اونها را الله برای خلق تربیت کرده، برای خلق برنامه داده، برای خلق پیام داده است و لحاظ انبیاء علیهم السلام ظرفیتشون خیلی بالاه. ولی خود قرآن فرموده که انبیاء همه در یک سطح نیستن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. معلوم میشه که در انبیاء هم ظرفیت ها مختلف بوده. ظرفیت ابراهیم خیلی ظرفیت بالایی بوده و ابراهیم انقدر الله یاد میکنه که
ظرفیت حضرت موسی هم خیلی بالا بوده و ظرفیت حضرت عیسی، پیامبران اولوالعزم ظرفیتشون از دیگران بالاتره و ظرفیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین از تمام انبیا بالاتره. و بعد عزیزان من اینها همینطور بعد شاگردانی که نه تربیت کردن، مثل یک بود کار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تربیت انسان بوده. بالاخره یک بود دیگر که شریعت آورده و قرآن آورده، دست آورده یان حضرت، آثار یان حضرت، قرآن عظیم الشان و حدیث گوهربار و همون که فرمودن ترکت فیکم ثقلین لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. این کتاب و سنت این دو تا ظرفیت خیلی بالا، دو تا برنامه عجیب. شریعت اسلام آخری شریعت، آخری دین مرضی عند الله، دین پسندیده. این ظرفیت خیلی ظرفیت عظیمیه که در این باره من صحبت میکنم و اما در بود تربیت یافتگان آن حضرت که آن حضرت چه کسانی را تربیت کردند. واقعا شما اگر تاریخ انبیا را نگاه کنید، انبیا علیهم السلام در افراد سازی موفق بودند و حضرت عیسی علیه السلام حواریون ساخت و همه انبیا علیهم السلام اصحاب خود را ساختند و همراهان خود را ساختند. ولی آنچه همه خوبان دارند و تو تنها داری. واقعا آن حضرت صلی الله علیه وسلم در تربیت انسانها و در ساختن رجال و در رجال سازی، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بی‌نظیره و افرادی را ساخته که انبیا نبودند. ولی واقعا در بعد از انبیا کسی مثل اونها نبوده. عقیده اهل سنت امین است که انبیا را استثناء میکنند. بعد از انبیا در رجال سازی انبیا علیهم السلام و در افرادی که انبیا ساختن، افراد مانند صحابه دیده نمیشه و اینها را آن حضرت صلی الله علیه ساخت و خود برنامه را الله داده که یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. آن حضرت امینه را تزکیه کرده، هم تعلیم کتاب و سنت بر حسب برنامه الله داده. برنامه همین بوده. ولی انفاس آن حضرت و توجهات آن حضرت و او ظرفیتی که رحمت للعالمین داشت و او ارتباطی که با الله تعالی داشت، خلیل خدا، محبوب خدا، رحمت للعالمین، این العنوان را که الله تعالی به آن حضرت داده واقعا حکایت از یک ظرفیت بسیار بالا. کسانی را که آن حضرت ساختن و که صحابه کرام باشند، واقعا زیر این آسمان حضرت مولانا علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه می فرمود که زیر آسمان و بالای زمین گفتن که مثل اینها واقعا وجود نداره. و زیر انسان این آسمان تمام یعنی تاریخ انسان را بررسی بکنید. در تاریخ بشریت و انسانیت مانند صحابه، آن از صحابه را ساختند و زیبا ساختند و اونها را تربیت کردند و زیبا تربیت کردند و آن حضرت موفق بودند در برنامه خود. اهل بیت هم ساختند، زیبا ساختند. ما در کدام امت کسی مانند حضرت علی میتوانیم پیدا بکنیم؟ زن مانند حضرت عایشه و حضرت خدیجه الکبری و حضرت زهرا میتوانیم پیدا بکنیم. بله تاریخ اسلام زنان فرهیخته داشته. حضرت مریم بوده، حضرت آسیه امرأت فرعون بوده، حضرت سهرا و هاجره زنان حضرت ابراهیم، خیلی ظرفیتشون بالا بود.
ولی زنان تاریخ اسلام و ببینید که چه زنهای فرهیخته، چه زنهای با ظرفیت بالا و چه شخصیت ها را، و این زنها هم به اعتبار عرف رجال گفته می شوند. بالاخره این شیرزن ها را که ساختن و از لحاظ شخصیت هم اینها به هر رجال تاریخ و زنان ولی مردان تاریخ بودن و از مردها هم جلوتر بودن. و همینطور در صحابه کرام این خلفای راشدین، عشره مبشره و دیگر اکابر صحابه، در صحابه هم اکابر صحابه است، بزرگان صحابه. همانطور که انبیا همه در یک سطح نیستن، صحابه هم همه در یک سطح نیستن. صحابه تا صحابه است. فضیلت حضرت ابوبکر خیلی بالا است و صحابه او را، خود صحابه او را نمره می دادن و می گفتن که اعلمنا و اولانا افضلنا، و لحاظا او را خود صحابه فضیلت می دادن بر دیگران. و راه اعتدال هم همینه، راه میانه همینه که هر چیزی را همون اندازه که الله قرار داده ما قرار بدیم. الان این مدارس دینی حضرت مولانا عبدالعزیز یک داستان تاریخ کرد و من الان نمیدانم با چه زبانش بگم. برحال فرمودن که یک جای به یک بازدید یک مدرسه رفته، یک جای یک مدرسه بزرگه و شخصیت هم بزرگه بوده و گفته که از او سوال کرده است که شما شاگردای تو اینجا چقدر مثلا خوب از آب در میاد؟ گفته که اینجا 95% شاگردان ما درست در میاد، 5% الان این همون فرتی و به اصطلاح ضایعاتی و همینه هستن که خوب در نمی آیند. گفتم منصب، گفتن که شما نسبت به شاگردان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چه نظرتونه که شاگردان من، شاگردان تو، شاگردان فلان عالم 95% مثلا خوب در بیاید و شاگردان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به نظر شما اینه که چند درصد خوب در آمده؟ مشخصی که هیچ کسی به حضرت رسول نمیرسه، همه خوشچین آن حضرتن، همه غلام آن حضرتن، همه شایستگی امثال ماها که همه غبار و نالین آن حضرت هم نیستیم. و لحاظا وقتی آن حضرت تربیتش به یک ملت انجام بگیریم، معلومه که اونها تویشون فرد خیلی کمه و تویشون ضایعات خیلی کمه و تمام شاگردان و او برجسته در میاد، خوب در میآیند. و لحاظا شاگردان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بهترین شاگردان بودن و تربیت بهترین تربیت بود. و هم آل بیت آن حضرت، خصوصا آل بیت که صحابه و از تربیت مستقیم آن حضرت بهره‌مند بودن، هم صحابه هم آل بیت و معلومه که اونها چه فرهیختگی دارن و چه اندازه مقام و درجه دارن. و شاگردان بعد شما بینید که حالا فرمودن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، 2 قرن را آن حضرت بعد از خود از همین تاثیراتی که از تربیت آن حضرت و از اصلاح آن حضرت به صحابه 2 قرن بعد هم نزدیک با این قرن حرکت میکنه، قرن تابعین که و قرن اتباع تابعین. این 2 قرون از همون تربیت متأثران و فرهیختان و استثنائیان و واژگی دارند که رسالت به آنها شهادت داده است به خیر بودن این 2 قرن. و بعد از او را نه گفتن که خوب و خراب می آیند، رطب و یابس می آیند، ولی تا این 2 قرن، این قرن خیره که برای خیریت او شهادت ادا کردن، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شهادت دادن. و لحاظا این واقعا صحابه کرام رضوان الله تعالی، ما هم
همین میگیم همیشه و دعوتمون همینه. همه را میگه که شما در رابطه با صحابه فکر کنید، در رابطه با اهل بیت ما فکر کنیم و ما که اعتقاد داریم نسبت به اهل بیت، واقعا تغییر نیست و واقعا سیاسی نیست، اعتقاد نسبت به اهل بیت و بزرگی اهل بیت. معصوم نمیدانیم بغیر انبیاء کسی را، ولی واقعا اینها پیشوایان ما هستند، مقدسات ما، بزرگان اهل بیت، بزرگان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. و دیگه عزیزان ما همیشه میگیم که شما فکر کنید روی صحابه، فکر کنید و بررسی کنید روی صحابه، خود با عقل فکر کنید. و همیشه میگیم که اگر کسی به صحابه اعتقاد نداره و صحابه را تعریف نمی کنید و دعای خیر نمی کنید، واقعا صحابه را بد نگید. و این برای اینکه ما میترسیم برای ایمان مردم که اگر کسی به اهل بیت بد بگه ما هم به ایمانش میترسیم، اگر به صحابه کسی بد بگه هم برای ایمانش میترسیم. و لحاظا معتقدیم که همه اگر دوست نداشت کسی نداره دوست، ولی بغض نباشه، بغض صحابه نباشه. اگر تعریف صحابه نشد و تمجید خدمات صحابه نشد، بعد ویره هم گفته نشد و سکوت بشه نسبت به اون. و این موقف بهتری است و این خیرخواهی ماه و نصیحت ماه که ما باید خیرخواهی همه باشه و برای همه خیر را بخواهیم. و این مسئله و هم نسبت به صحابه نباید ما مثلا افراط بکنیم، هم نسبت به اهل بیت نباید. بزرگان دین او جایگاهی که قرآن داده، همون جایگاهی که آن حضرت داده، همین کافیه. خود آن حضرت فرمودن که نسبت به من شما افراط نکنید. وقتی صحابه تعریف گفتن که در میان ما پیامبر است که میدانه فردا چه اتفاق پیش میاد، گفتن نه، شما گفتن من با خدا شریک میکنید، فردا را الله میدانه. و لحاظا نگید که ما شاء الله و انت حالا مکن. بعضی میگه که هر چی که خدا و رسول بخواهد. آن حضرت من کردن که نگید که رسول بخواهد، خدا هر چی بخواهد. و درسته آن حضرت صلی الله علیه وسلم صاحب معجزان تا قیامت مسائل را اطلاع میدارن، ولی علم غیب مطلق و علم غیب همه اتفاق نظر دارن که خدای تعالی میدانه. ولهذا خود آن حضرت اینها را من کردن و گفتن که من مبالغه نکنید در تعریف من یعنی ببرید هم پله خدا قرار بدید، صفات خدایی را به من. و ما همین تعریفی که قرآن کرده، همین چیزی که در حدیث آمده، ما نسبت به صحابه کرام همین احادیث و کتاب واقعا جایگاه بالایی است. ما نمیگیم که صحابه معصومان، از صحابه گناه سر زده، ولی گناهگاران صحابه با گناهگاران ما تفاوت دارن. اونا بلافاصله توبه کردن و هر جایی که قرآن گناه صحابه را ذکر کرده، خطای صحابه را افرهم الله تعالی ذکر کرده است. و همونطور که یک جایی یک چیزی را برخلاف مصلحت از حضرت رسول ذکر میکنه و عفو ذکر میکنه، عفا الله عنک لما اذنت لهم، شما این منافقین اجازه نباید میدادید و خدا تو را بخشیده که یک وقت آنها دلتنگ نشه، پریشان نشه. و الله تعالی یا در رابطه و عبس و تولا، آن حضرت خود فرمودن که من خدا توبیخ کرده نسبت به عبدالله ابن ام مکتوم. و صحابه هم همینطوری مسائل جایی آمده و هر جایی که گناهی را الله ذکر کرده عفو ذکر کرده و گفته الله این را معاف کرده. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اونا که تپر ویل کردند و صحابی را تنها گذاشتن، امیر لشکر دسته را صحابه بودند و اینها را الله میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. اونا اشتباه کردند و مقصدش نداشتن، اونا نمیدانستن، اونا خیال کرده که امر رسول الله تمام شده، ولی مناسب برای اونا بود که نباید اونا تپر ویل میکردن و اونها تا حضرت رسول دستور داده نبود نباید تپر ویل میشد.
تپه را ویل کردن سبب شکست اونها شدن، ولی آن حضرت هم اونها را بخشید، خدا هم اونها را بخشید. آنها را آن حضرت گلایه نکردن، محاسبه نکردن که شما چرا این کار کردید. فاعف عنهم، خدا گو اینا را معاف کن، صحابه را معاف کن اشتباهشون، چون مخلص بودن. و استغفر لهم، استغفار بکن. و شاورهم فی الامر. ما توی مسائلی که کم بیشی هستیم، کم بیشی گاهی حالا از مجبوری، ما همیشه دوستان میگیم که کسانی که لغزش میخورن توی مسائل سیاسی، توی مسائل ضربه هم میزنن، شما اینا رو معاف کنیم، مشورتشون بکنیم. چرا که همین دستور داده، همین سبب شده که بسیار نیتشون خوب شده است. مثلا کسی که در مسائل سیاسی و همین انتخابات و همین پایین و بالا بعض موقف اختیار کردن، ما میگه که موقف آزاده و بگذارید، محبت هم کنید با اونا، بیاری مشورتشون کنید، نظرشون بگیرید، نظر بدید، گفتمان داشته باشید. این تعلیم حضرت رسول و این سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و این بالاخره جای صحابه که الله تعالی اونها را هم عفو اونها را ذکر کرده است. ما گاهی وقتی بعضی تاویلات حضرت جاجروی رحمت الله علیه تاویلی بیان میکرد، علامه شاگی رحمت، خیلی شخصیت بزرگان. همین آیت که آمده است در رابطه با همین افراد که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، منکم من یرید الدنیا همون بودن که تپه را ویل کردن و آمدن برای جمعوری غنیمت. و بعض اینجا تاویل کردن که منکم من یرید الدنیا للآخره. و من راه معتقدم که اعتدال در همینه که نه، آیات قرآن ما تاویل نکنیم، همونطور بگذاریم. وقتی ما اعتقاد داریم که از صحابه لغزش انجام میگیره، لحظه وقتی خدا لغزش ذکر کنه لغزش ما تاویل نکنیم و نشه وقتی افراطی بشه. بعضی بوده که واقعا سبب شکست هم شدن. بهلر قرآن میگه اراده دنیا را داشتن، ما بگیم درسته اراده دنیا. و منکم من یرید الاخره، همونطور که از خدا جلوتر نری. لا تقدموا بین ید الله و رسوله. درسته مسیر اعتدال همینه. از صحابه لغزش انجام گرفته، ولی صحابه توبه کار توبه صحابه را هیچ کسی نکرد. شما مایزه ببینید، بعضی گناه را ذکر میکنه، بابا میگن کدام گناهگاری که بگه رجم بر من جاری کنه، بگه تو آدم خوبی، تو زنای مرتکب نشدی، میگه نه من مرتکب شدم، من پاک کن. زنی حامله میاد میگه من یا رسول الله پاک کن. شما توی دنیا مانند این گناهگاران صحابه نمیتونید گناهگاری پیدا بکنید. گناهگار صحابه هم تک و توک بودن، ولی آمدن گفتن حد بر ما جاری کنید و اجرا کردن حضرت حد بر ما. و بالاخره این جانش را وقتی او امرأت غامدیه غالبا که از جنازه خواندن، حضرت عمر از گفته یا رسول الله بر زن زنهکار جنازه میخوانید، فرمود توبه کرده که اگر تقسیم بشه به آل مدینه، تمام آل مدینه نجات میگیره. معنای مفهوم حدیث همینه، لوسعتهم، این توبه به همه مردم مدینه وسیعه و میرسه، یعنی سبب نجات همه میشه. یک زن توبه کرده که تمام آل مدینه را اگر تقسیم بکنه همه از جهنم نجات میگیره. معنای حدیثه. چرا؟ که جانش را میگه گفتن که چه بهتر توبه از این که آمده میگه من رجم کنید که من مرتکب خطا شده. انسان احساسات داره، اشتباه داره، لغزش داره، ولی هذا لغزش خورده، ولی الله آمده که به من رجم جاری کنه. خیلی مهم میزانه و بیاید و مصر باشه که من رجم بکنید. این گناهگار گرد غبارش و نمیرسه که ماها به چشممون بکنه. گناه میکنه، ما و گناه های خودمون مخفی میکنه، به کسی نمیگیم، 1001 عیب داریم، ولی توی صحابه نبوده این مسئله. اونها تربیت یافتگان آن حضرتان، اونها انسانای وار هستند. ولهذا اینجا خدا میگه محمد رسول الله والذین معه، اونایی که شاهد رسالتن
و نبوت آن حضرتان اینجا صحابه را مطرح کرده. دلیل اینها نبوتان، الدلائل نبوت آن حضرت همانطور که معجزاتان، همانطور که قرآن خود صحابه دلائل نبوتان که آن حضرت نبی بر حقا. چرا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این صفات صحابه که الله ذکر میکنه، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این عموم صحابان. حالا ما ممکنه توی جامعه ما یک نفر باشه، دو نفر باشه، 10 نفر باشن و همین صفات تویشون باشه، ولی در عموم تربیت یافتگان آن حضرت که صحابه آن حضرت والذین معه، والذین معه همه صحابه شامله، اکابر صحابه شامله و تمام عموم صحابه را شامله، زنان شامله، مردان شامله، همه اینها معه هستند و اینها را الله تعالی میگه این دستاورد آن حضرت. اگر شما محمد رسول الله را کسی نمیشناسه، صحابه را نگاه کنید که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا مسلمان میکشه، مسلمان مال مسلمان میبره، مسلمان تهمت میزنه، به آبرو میکنه و در میان صحابه این نه. مسلمان در مقابل مسلمان بازوش پایین بود، مسلمان در مقابل مسلمان عاجزی میکرد، مسلمان با مسلمان مهربان بود، نه تهمت و نه افترا و نه اینکه مال کسی را ببری، نه کسی آبروش را ببری. و لحظه این فرصت نیست که من آیا خدمت شما با همه کلمات شکسته خودم و فهم اینها قسم مقدار صحبت بکنیم در رابطه با این آیات. و لحظه از دستاوردهای دیگره رحمت للعالمین این برنامه شریعت قرآن عظیم الشانه و سنت. این حدیث که انسان میخوانه گاهه، همین حدیث توی سیاستان توی درس میآید، یک ظرفیتی حدیث سبحان الله حیران نمیشه. این خود این احادیث، این تعلیم دلائل نبوته، اینا معجزات آن حضرت صلی الله. غیر نبی نمیتونه چنان درس بده، چنان تعلیمی بده در بخش اخلاق، در بخش اعتقاد و توحید، در بخش عمل کرده و در بخش مختلفه و کلیه بخش را داره. و این یک هدایت کامله، یک شریعت کامله، یک دین کامله برنامه هست، هم در قرآن و هم در سنت موجود. سنت تشریح قرآن و شرح و تفسیر قرآن عظیم الشان. زندگی آن حضرت هم تفسیر قرآن عظیم الشان و این ظرفیت خیلی ظرفیت عظیمه، ظرفیت بالایه. اگر این ظرفیت مسلمانان امروز در زندگیشون پیاده بکنن، میشن داره ظرفیت وسیع و دنیا شفت اسلام میشه. اگر اخلاق محمد رسول الله باشه و اگر عمل کرده آن حضرت، زندگی ما در مسیر سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم باشه، او کشادگی که در قرآن موجوده، او ظرفیتی که در حدیث موجوده، این ظرفیت در ما بیاید، دنیا شفته میشه. و این یک مسلمه، یک قدر مسلمه. این در میان تمام کارشناسان اسلامی یک مقوله مشترکه که اسلام با شمشیر دنیا را نگرفته، اسلام با اخلاق دنیا را گرفته، با اخلاق کریمانه، با رفتار، با تقوا. و تقوای مسلمانان را مردم دیدن شفته شده، تواضع مسلمانان دیدن شفته شده و حکمت مسلمانان را دیدن شفته شده. دین اسلام به ما حکمت آموخته و اگر ما به دین اسلام نزدیک بشیم حکیم میشیم. و این تعلیم خدای حکیمه و این تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که زندگیش تمام حکمت بوده. و این دین حکیمانه و اگر این دین وسیع که رحمت برای همه جهانیان
اگر این در زندگی ما بیاد ما رحمت میشه برای جهانیان و جهانیان شیفته ما میشن، جهانیان عاشق ما میشن، جهانیان به ما گرایش پیدا میکنه، اسلام قبول میکنه. شمشیر بوده، جهاد بوده، اما جهاد به جای خودش بوده، اما جا نبوده. و مشرکین مکه صلح 10 ساله امضا کردن و نگفته که به شرطی که شما این بت‌ها را از خانه کعبه بیرون بکنید، شما بت‌ها را بریزید بیرون. نازد نفرموده، اعتقاد او نبود. صلح بالاخره یک چیز میده یک چیز میگیره، منافع در نظر میگیره و لازم نیست که بگن طرفه که شما از عقیده خود دست بردار باش. اونا بت عبادت میکردن و توی مکه زندگی میکردن. حضرت صلح 10 ساله بس این الله فتح مبین فرموده. صلح با مشرکینه که زندگیشون را به دشمنی مسلمان گذارن. این صلح را الله تعالی فرمود که این صلح فتح مبینه. ان فتحنا لک فتح مبین. این ظرفیتی، آن حضرت ظرفیت عظیمی داشت، دین اسلام ظرفیت عظیم داره، صحابه هم این ظرفیت داره و لازم مسلمان هم باید همین ظرفیت داشت باشه. بهرحال مخصوصا این بلادی که تویشون گرایش به اسلام گراها فیروز شدن، تو ایران اسلام گراها هستن، تو افغانستان اسلام گراهان، تو ترکیه هم اسلام گراهان و بسیاری جا این شرایط نیست، ولی به هر حال گرایش به اسلام موجوده. اینایی که گرایش اسلام دارن با خیلی ظرفیتشون بالا باشه، خیلی ظرفیت بالا بگیرن. و واقعا توی افغانستان هم یک چیزی که ما دیدیم خیلی ما خوشحال شده، همه که تأثیر شد از همون فتح مکه که اینا مخالفان خود را گفته، تمام مخالفان اونایی که اینا را کشتن گفته که اینا هم بخشیده. خیلی چیزی خوبی بود. وقتی که سیره عمل به سیره میشه این نشان ظرفیت و تمام دنیا این قبول کرد که این یه تحول است، یک تغییره. ما هم برای تغییرات استدلال کردیم به همین که بابا این ها تغییر کردن. این ببینید اونایی که کشتن میگن ما با اونا کار نداره، حالا هم اینطوره، هیچ کسی با اینا کار نداره، هیچ کسی حق نداره جلوی خانه اینا بره. و این ظرفیتی بود. و به تعبیر علامه محمد تقی عثمانی حفظه الله گفتم ما را به یاد فتح مکه انداختم. لحظا اگر ظرفیت اسلام باشه همه شما را قبول میکن، همه دنیا میپذیره، مسلمانان میپذیره، ولی ظرفیت من و این و آن نباشه. ظرفیت کتاب نوشته شده و کتاب نه، ظرفیت کتاب الله قرآن عظیم الشان، ظرفیت سنت رسول الله، ظرفیت حداقل همو ائمه بزرگوار امام ابو حنیفه و ائمه و علماء بارز باشه. حالا نه ظرفیت منی که توی روستا هستم و یک نظری دارم و نظری خودم را می نویسم، برداشت خودم را از دین می نویسم. نه، ظرفیت خلفای راشدین قبول داریم، ظرفیت آن حضرت، ظرفیت صحابه کرام. این اگر نگاه کنیم مسلمان این نگاه کنیم، نگن فلان عالم فلان گفته، فلان عالم فلان گفته، فلان مفتی فلان مرجع. نه، ببین قرآن چی گفته و ببین در سنت چی موجوده. وقتی که یک جای کسانی مخصوص حکومت تشکیل میدن، قانون می نویسن، باید برگردن به ظرفیت قرآن. حالا برای زندگی ما نه، زندگی ما میبینی که کدوم مفتی سختره از همون فتوا بگیریم، احتیاط در همونه. ولی توی حکومت داری نه، تو حکومت داری اونه ببینی که دنیا را میبینه، جهان هم میبینه، قرآن هم میبینه، سنت هم میبینه. به نظر ما همینه که تعلیم برای زنان و برای مردان هیچ تفاوتی در اسلام نیست و قرآن تفاوت قائل نشده، حدیث سنت قائل نشده، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای زنان تفاوت قائل نشد. چون این مغزه که مرد دارن، سر که شما دارید همین سر زن داره، همین ظرفیت زن داره، زنان نمرهشون بعضی بیشتره. انشاءالله ما امیدواریم که مسلمانان البته با شؤونات اسلامی و شرایط اسلامی را رعایت کنند، ولی برای زنان تمام
رشته های دانشگاهی را باز کنن، تمام تعلیم را باز کنن، آزانم بیان تعلیم بگیرن، علم یاد بگیرن. علم آدم شکوفا میکنه، علم توانایی میده، علم قدرت میده. و مسلمانان باید زنان را با تربیت اسلامی بسازن و میدان علمی را برای اونا باز کنن. و این زنان که زنان میتونن، زنان دنیا را میتونن اصلاح بکنن. اروپایی ها به زنان میدان دادن. ما با این بعض اروپایی مخالف نیستیم، مخالفت اسلام نیست، ولی ما مخالفت ما اینه که شما لباس چرا زنان گرفتی؟ لباس زن داشته باشه، برای علم بخونه، فیزیک میخواد، شیمی میخواد بخونه، طب میخواد بخونه، مهندسی میخواند، مهندسی عمران میخواد بخونه. و یعنی دانش از آنها فرا بگیرن، ولی با پوشش اسلامی. اونجایی که مسلمانان توانایی دارن بعضی جا نمیگذارن، دختران مسلمانات، دانشجویان مسلمان نمیگذارن لباس، ولی با خیلی کشورها میگه هر کسی هر لباسی میپوشه. و توی این کشورهایی که اسلامی شدن با لباسی که شریعت او را قبول بکنه، شریعت لباس خاصی را تعریف نکرده، شریعت میگه پوشش، و پوشش باشه، هر لباس هم میپذیره که پوشش در او باشه، ولی علم شریعت من نکرد. و شریعت علم آزاد است، علم تحصیل کنن، اخلاق اسلامی کسب کنن، تقوا را حاصل کنن. فرهیزگاری زن میتونه زن اروپایی را اصلاح کنه، زن دنیا را. زنان مگر زنان اصلاح بکنه، ما چه میتونه؟ کسی به من نامه نوشته بود دیری که مکاتب او زمان نبودن، گفتن که شما اگر زنان به میدان نیاورید، شما چگونه جامعه زنان اصلاح میکنید؟ راستم گفت، ما که در نماز جمعه من زن نیست، در نماز و 5 وقتمون زنها همراه نیستن، توی جلسات ما نیستن، چگونه ما زنان تعلیم میدیم؟ زنان باید زنان تعلیم میدن. این که میگه زنان شوهر تعلیم بده، خودش شوهر تعلیم نداره. و همه ما ملاها زنای من را تعلیم ندادیم، کوتاهی کردیم. و چه برسه که به دکاندار و کاسب و باید نزا، زنها بیچاره خودشون باید برند علم کسب کنند، فکری برای خودشون بردارن، علما بردارن. اینجا مولانا عبدالکریم برداره فکر، اینجا ساتیز گشت فکر بردارن که الحمدلله برای زنان چاره جویی کردم و برای درس گذاشتم. هیچ نصی توی نصوص تقسیم بندی نکرده بین زن و مرد که این علم این یاد بگیره و زن یاد نگیره. نه توی مسائل فقهی هست، نه توی مسائل شرعی هست، نه توی مسائل حدیثی که گفته که این دسته از حدیث مال زنانه. سوره نساء فقط باید زنان یاد بگیرن، مردان یاد نگیرن. سوره مریم هم اگر مریم ها یاد بگیرن کسی دیگر نه بابا. قرآن مال تمام زن و مرده، حدیث مال زن و مرده. 2000 خورده حدیث حضرت سیده عایشه از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به مردان تدریس کردن، شاگردانشون مرد و زن پشت حجاب حضرت عایشه تدریس میکرد و این حدیث گوش میکرد. اونا توی مسجد نشسته بودن، حضرت عایشه توی حجرش نشسته بود و تدریس میکرد این حدیث. و این حدیثی که از مرویات حضرت عایشه از صحابه کرام علما روزانه تدریس میکنه. چقدر حدیث زیاد. بخش بزرگی از علم مدینه در دست زنان بود و خیلی هم این نکمه خیلی زیاده. این زنان از کجا این علم یاد گرفتن و این مرویات زنان از کجا آمدن؟ پر همین که بالاخره برای زنان علم یاد گرفتن، تعلیم دادن. زنان را حضرت همراه نمی کردن. این دو تا نکته خدمت شما. اگر زنها را حضرت کمک نمی گرفتن و همراه نمی کردن، بالاخره این موفقیت در این حد شاید نبود. زنها همراه بودن، پشت جبهه در احد همراه بودن، در حج همراه بودن و در مشاهد مختلف، جهادهای مختلف پشت جبهه جنگ نکردن. زنان سلاح به دستشون ندادن ولی آب دادن، غذا میپختن، زخمیان را مداوا میکردن. توی حج زنان کثیری میالا جاریه و بالاخره اون چیزی که اسلامه، نه کم نه زیاد، نه افراط بکنیم نه تفریط باشه. ظرفیت این ما در شرایط امروزی زندگی میکنیم.
اگر بعضی فقها یک نظری دادن، نظری وقتی که نص پشتوانه نیست، نص نباشه، این نظری اجتهادیه و این نظری اجتهادی به همون زمانه خودشون خاص میشه، زمانه بعد میتونه تغییر بده. دوستان ما در الافتاد اصول درس میدن و لحظه الان فقها اگر یک زمانه گفتن که زنان به مسجد نیایند و چون زنان آرایش کردن، چون زنان تغییر لباس دادن و سیده حضرت عایشه هم همین نظر داشت، ولی صاحب وحی نگفتی نه. صاحب وحی لا تمنعوا اماء الله المساجد. استمرا گفتن که راضی نبود که خانمش بره به مسجد، گفتن شما بگذارید. به زنش گفتن که از عمر راضی نیست شما مسجد برید، زنش اطاعت نکرد، گفتم مسجد میرم. چرا حضرت عمر منع؟ خودش نمیگی، اگر با شما میگی با من نمیگی. گفتم میترسی از حدیث. از عمر از حدیث ترسیدن که توی حدیث آمده لا تمنعوا اماء الله المساجد بیوتهن، بعض روایات خیر لهن بعد. ولی در اصل زنان در مسجد حق دارن و صاحب شریعت گفته که من نکنید. او حالا صاحب شریعت او تغییراتی که زنان در اثر تابعین و اتباع دادند، فقها دیدند و بعدی ها دیدند، ولی او فقها این زمان ما را ندیدند که توی امریکا چه خبره، توی اروپا چه خبره. ترکیه شما برید مدتها لایکه حکومت کردن و روسری ممنوع بوده، حجاب ممنوع بوده. الان این اسلامگرا آمدن، کرامتی که کرده اینه که پوشش آزاد کرده، کسی میخواد لخت و کسی میخواد سر بپوشه. الله شما بری روسری بر سر زنانه، روسری بسته. و حالا ما در چنان شرایطی که آقا اجازه نمیده کسی روسری به سر بکنه. و شما برید روسیه، شما برید یک کشورهای آزاد شده از روسیه و شما برید وضعیت دنیا را نگاه کنید. چین برید، اما دنیا برید، دنیایی نیست که ما از اینجا دنیایی نیست. این چند روستا حساب میشه. دنیا همونی که بشر زندگی 8 میلیارد انسان زندگی میکنه، همه جا مسلمان هست. شرایط ما غیر از اون شرایط. ما اینجا نصوص نگاه میکنیم که نصوص چه گفته، چون نصوص از صاحب وحی گفته و یا نص قرآن که پروردگار گفته و پروردگار همه چیز تا قیامت دیده و حضرت رسول صاحب وحی و صاحب معجزه و لحاظا او همه چیز دانسته. ولی فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را صاحبان در چند سال بعد تغییر داده. گفته شرایط امروز آواز شده استاد او زمانی که گفته ما شهادت مستور قبوله و امروز بالاخره نمیشه که کسی که مستور الحال یعنی تحقیق نشده ولی اون که ظاهر الصلاح ما شهادت او را قبول بکنیم. صحابه اجرا کرده این را در زمان خود دستور داده که کسی که مستور پوشیده ظاهر الصلاح باید بررسی بکنه. و اینی که این از کنم که ظرفیت ها که ما میگم شما برگردید به کتاب الله سنت، واقعا نجات در اینجایه، نجات در سیره آن حضرته، نجات در سیره خلفای راشدینه که آن حضرت خود فرمودن، تایید کردن که علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین. و لحظه عزیزان من با این ظرفیت امروز ما در عصر حاضر اسلامی را عرضه بکنیم که دنیا بتونه این عمل بکنه، مسلمانان امریکا عمل کنن، مسلمانان اروپا عمل کنن، مسلمانان دنیا عمل بکنن، مسلمانان افغانستان عمل کنن. ما نباید تنها افغانستان ببینیم، ما نباید تنها ایران ببینیم، ما نباید ترکیه را ببینیم و همه دنیا را نگاه کنیم و تا جایی که شریعت اجازه داده، نصوص اجازه داده، سختی نکنیم اونجا و با زندگی خودمون در اختیار ما هر طوری که میکنیم عمل بکنیم و به صلاحمون میدانی عمل بکنیم. و اما زندگی دیگر انسان ها که نیاز دارن باید با یک دید وسیع و با یک نظر بلند نگاه بشه و این ظرفیت در شریعت ما هست. و من شهادت میدم به این اعتقاد منه که در شریعت ما ظرفیت بالا است
و این تا قیامت این شریعت میتونه دنیا را اداره بکنه. تا قیامت میتونه که میگن آقا شریعت نمیتونه، اینا ندیدن، اینا تکثیری ندارن. میگن که ثابت شده، بعضی میگن که آقا دین نمیتونه حکومت کنه. آقا شما ندیدید که دین حکومت بکنه. کاش که شما میدیدید. و لحظه دین میتونه، ولی ما ضعف داریم. ضعفای منم، ضعفای دیگر علما هستن، در شیعه و سنی ضعف موجوده. و اگر برگردم به کتاب الله، برگردم به سنت آن حضرت و اسلام، همون مر اسلام پیدا بکنم. و ما گاهی میخواهیم که از اسلام، ما معتقدیم که اسلام گاهی باید دفاع کرد از اسلام، که اسلام ضربه نخوره. خیلی چیزا توی اسلام نیست و حالا ما میبینیم که انجام میگیره. و اگر ما دفاع نکنیم نتیجه اینه که ضربه اسلام میخوره. و ما معتقدیم که خیلی حیاتیه که ما از جاهای از اسلام به صورت استدلالی، به صورت بحث، به صورت علمی، نه به صورت جدال و جنجال، و من با این معتقد نیستم. علمی، حوار، گفتگو، گفتمان. ما با دنیا باید حوار داشته باشیم، گفتمان داشته باشیم، و ما با دیگران هم گفتمان داشته باشیم. و عصر حاضر وقتی که بخواهیم اسلام عرضه بکنیم، و اسلامی باشه که دنیا شیفتش بشه. دنیا میگه همه مشکلات ما تو این حله. دیده شده مشکلات عصر حاضر، دیده شده. نگن که 1400 سال قبل دین نازل شده و نازل شده و چه ارتباط با امروز داره. نه، این تا قیامت ارتباط داره، حل داره، حل داره، راهکار داره. و مردم باید برن دنبال این راهکارا و راهکارا را پیدا بکنن. و اون راهکار در خود کتاب خدا موجوده و در شریعت اسلام موجوده، در سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم موجوده. و این ظرفیت. و عزیزان من که در قرآن موجوده، در سنت، در شریعت اسلام موجوده. و من هم برای همین خاطر تاکید میکنم من که در برادران ما در افغانستان برای زنها تمامه. من میگم دانشگاه اول برای مردان باز نکنید، اول برای زنان باز کنید. این که همین تهمت دنیا از سر شما رد بشه و زنان بگذارید با شؤونات اسلامی رعایت. اگر همه دانشگاه نمیتونید، بعض دانشگاه باز کنید، نشان آنه که شما دارید دانشگاه. و همین چند روز پیش خودم شنیدم که یکی از مقامات گفت همه این حرف که طلب علم برای زن و مرد فرض. این کلمه خوبی بود که حالا گفته که ما تفاوت قائل نیست. اونم همین حرفا میزنن که تفاوت قائل نیست. نگفتم ما تفاوت قائل، ولی من این حرفا را میزنن که ممکنه بر سر اونها از جای فشاری بشه در داخل. او که فشار میآورند، اونها نه. او ظرفیت پایینیه و ظرفیت اصل اسلام نیست، ظرفیت اصل دین نیست. برداشتان و بعضی جا برداشت روستایی هست و بالاخره باید برداشت از اصل کتاب الله. ما میگه که دو تا ظلم به شریعت اسلام شده. اسلام یکی غربی ها و اونهایی که گرایش غرب دادن، اونها خواستن که همین بیبندوباری ها و همین آزادی های غربی را که در لباس و در غیره داره، اینا را به غالب اسلام بکنن، بگن دین اسلام اینا را قبول داره. و او برداشت های سنتی را بعضی جا در سنت های مردم چیزایی است که مال اسلام نیستن، قومیه. و همین توی منطقه ما اینجا هم دختران سوال نمی کردن و ازدواج می دادن. خلاف شریعت، خلاف سیره حضرت و خلاف دینه. و نکاح پدر هیچ بسته نمیشه. بعضی پدران ما دختران بریم سوال بکنیم، دختران زنان میراث ندادن. و چه اجحافایی که بر زنان بوده. با این مسلمان ها کردن مگه شریعت گفته؟ نه بابا، اینا یک سری رسومات جاهلیه و برداشته غلط محلیه و نتیجه فاصله از اسلام و نتیجه دینی نیست. اینا دین
حقوق داده به زنها، کرامت داده، حرمت داده و میدان داده که او بره فضل کسب بکنه، علم کسب بکنه، دانش کسب، محدث بشه، فقیه بشه، مفتی بشه. امام ابو حنیفه میفرماید که زن قاضی میتونه باشه، حکمش هم صادر بکنه، حکمش قابل اجراه. و امام ابو حنیفه در این باره خیلی میدانش وسیع تره. وقتی که زن قاضی باشه وقت چه نمیتونه باشه. اختلافات فقهی موجوده و نظر امام ابو حنیفه هم همینه. امام ابو حنیفه در پوشش هم نظری خیلی بلندی داره. به هر حال یک سری پوشش اگر کسی خودش اختیار میکنه، یک سری که شریعت عمل بکنه، اونجا شما فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نگاه کنید، خیلی چیزها توی فتوای همه ائمه برای ما احترام دارم، مهمن، ولی در فتوای امام ابو حنیفه این تویش بحث نیست. توی جامعه دنیا بین مراکز علمی و علما که خیلی رهکشا تویشون موجوده و مدت‌های مدید هم اجرا شده، صدها سال و قرون متمادی اجرا داشته این فکر. خیلی مشکلات حل کردن گذشتگان، ولی بسیاری مشکلات در زمان اونها نبوده و ما مکلفیم که زمان خودمون شریعت تطبیق بدیم، نه اون شریعتی که عثمانی ها تطبیق. عثمانی ها فقه حنفی را اجرا کردن، مدت‌های مدید شریعت اسلام اجرا کردن، ولی شرایط اونها یک شرایطی بوده، شرایط ما شرایط دیگری که قرآن موجوده، سنت موجوده، و لحظه اونجایی که ما گیر بکنیم به خود کتاب برمیگردیم، به خود سنت برمیگردیم، از حدیث جوابمون میگیریم، از آیات جوابمون میگیریم. و این مسائل است که به هر حال ما مورد توجه قرار بدیم. و من زیاد وقت بردن و آنچه که من مخصوصا برای این جلسه بنده عرض دارم خدمت شما اینه که به هر حال از بزرگترین نعمتهای پروردگار که مایه رشد، مایه ترقی، مایه روشنی علم و دانش هست و ما امشب در این مرکز علمی هستیم و لحاظا باید توجه خاص به علم بشه. هم اساتذه گرامی، هم طلاب عزیز به علم خیلی توجه بشه، به تحقیق علم و به بررسی علمی و به مطالعه و به تکرار و به اینها طلاب باید یک سو باشند در کسب علم و سوهای دیگر را تعطیل بکنند، چهار سو نباشید و تمرکز کنید بر مسئله علم و علم حیاتی برای شما و علم مهمه. بی علم هیچی نمیشه کرد، نه دنیای را میشه ساخت نه آخرت را میشه ساخت. و همینطور عزیزان من تمرکز کنید روی اصلاح خودتون، چون قرآن اینجا میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و نفس شناسی خیلی مهمه و علمای باشن و اساتذه که درسی در زمینه اصلاح نفس و الحمدلله حتما هست اینجا که اینجا دوستان ما الحمدلله صالحان و فکرمندان و در زمینه شناختن نفس و در زمینه علم باطن درسای طلاب بگیرند و زمینه بشین فکر کنند. خیلی مهمه که اگر ما از حیله های نفس و مکاری نفس و نیرنگ نفس و هواهای نفسانی ما اطلاعات داشته نباشیم، فریب بخوریم و دچار آلودگی بشیم و نفس ما را خدای نکرده شکست بده. ولهذا صحابه کرام رضوان الله تعالی مجموع درون ساخته شده و از بیرون ساخته شده، هم دارای علم ظاهر بودن هم دارای علم باطن بودن. حیله های نفس، نیرنگ نفس کاملا اطلاعات داشتن و مهمه که نفس گردن ما را نشکنه، نفس کمر آدم میشکنه، نفس تمام زندگی انسان تارمار میکنه اگر بر نفس کار نشه. همین احکام شریعت، جامعه را که شریعت به تن ما داده این را اندازه کرده و به تن ما داده. همین احکام اگر صحیح ادا بشه و نماز به سر وقت باشه و حضور قلب باشه، با جماعت ادا بشه،
زکات پرداخت بشه، روزه، حج برای الله باشند و لحاظا اینها خیلی تاثیر گذارن در ساختن انسان، در اصلاح انسان و تلاوت قرآن، ذکر و عمل به شریعت، عمل به دین، اخلاص وللهیت است، طلب رضای مولا و پروردگار است. اینها سازنده هم برای انسان می سازند، ولی از عیوب درونی مقداری باید اطلاعات باشه و علم باشه تا انسان موفق تر بشه، تا محک بزنه و ببینه که چه اندازه اصلاح بر او تاثیر گذار شده است. و الامان از شر نفس، الله تعالی من و شما را نجات بده، و الامان از شر شیطان. همش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه قرآن که میخوانید و خیلی جاها ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و همچنان از شر نفس اماره که جهاد اکبر، جهاد با نفس قرار داده شریعتو. به هر حال این نفس باید اصلاح بشه و اصلاح نفس جهاد اکبر، جهاد با دشمنان معاند و متجاوز و قسم خورده دین یک جهاد، و جهاد مهمتر و بزرگتر جهاد با نفس. و این خود در روایت بخاری المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، جهاد کنه با نفسش در راستای اطاعت از پروردگار. و لحظه این جهاد شما باید داشته باشه. این جهاد در دسترس همه مؤمن، زن و مرد باید جهاد کنه با نفس و خلاف نفس انجام بده و برای اصلاح نفسش تلاش بکنه. و این نکته باید، و اینها همه نکته های ذاتی و مربوط به خودتونن. عبادت الله، بندگی الله. ما میگیم چرا طلاب شبها شما نماز نخونه؟ من با طلاب زاهدان یک چند شب قبل صحبتی داشتم، گفتم من آمدم مسجد نگاه کردم، یک شبی گفتن که اینجا کسی نبود برای نماز. چرا کسی نبود؟ تک و تو که جای نماز میخواندن. و روایات اینطور میاد که آن حضرت وقتی به صحابه دور میزده تو هم مسجد نماز گذار بوده و هم توی خانه ها مردم شب نماز میخواندن سحر. و چرا ما مثل صحابه نکنیم؟ چه چیزی مانه؟ حالا یک عذر درست کردن که علم. بابا شما با خدا همین حرفا نزنید، بگید که من نمیتونم، بگید من کوتاهی داریم، از دست من نمیشه. مدرسی میگه من مطالعه دارم، شو کدوم مطالعه دارید؟ پرسیدیم از یکی از اساتید، گفت که من 2 تا دارم. یکی پرسید 3 تا درس دارم. شما چه درسی دارید اینجا؟ جلوتر 12 تا کتاب شما اینجا حوزه علمی گوشت سوال بکنید. یک استاد 10 تا کتاب درس در میداده، 7 تا کتاب، 8 تا کتاب. شیخ الحدیث چقدر درس میداده؟ الان الحمدلله استاد زیاد شده، آسانی شده. 4 تا درسن. بالاترین درس چند تا در حوزه علمی گوشت؟ 4 یا 5. زایدان هم اینطوره. استاد میگه من فرصت ندارم، من مطالعه. شما چقدر مطالعه میکنید اول و کی مطالعه کردید؟ چرا من و شما همه قرآن میفرماید که بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیرا. این برای آخرت نیست، قرآن مطلق. این همین ما را میگه قرآن، بل الانسان علی نفسه. کسی را من سوال کرده که شما چطوره؟ کسی آمده بود ملاقات من، 2 3 تا عالم، آمین شاگردان بودن، شاگردان خود ما بودن تقریبا. من پرسیده که شما چه کار؟ میگوی که ما اونجا خدمت میکنیم برای دین، تا اونجایی که ما میتوانیم تلاش میکنیم. من گفته که این حرف شاید نزد خدا دروغ باشه که ما بگیم که ما تا جایی که دست ما میرسه، شما دستتون بلکه بالاتر میرسه، بیشتر میتوانید. شما میگید تا اونجایی که واسه ماست توانایی. حالا همه تاویل میکنن، خودشو قضاوت میکنن، تمام میکنن، فردا خدا به گریبانشون میگیره که تو که گفتی که من در حد توانایی، دروغ میگی، تو در حد تواناییت نکردی، توانایی تو از این بیشتر بود. حالا بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیرا. حالا ما طالبا میگه که من طالبا گفت شما چرا سحر نمیخوانید؟ میگه که آخه ما مطالعه داریم، تکرار داریم. تا ساعت چند؟
گفته که شما گفت تا ساعت 10 گفتی ساعت 10 تا ساعت 4 میشه 6 ساعت. شما جلوتر بیدار نشید 6 ساعت بسه. شما حق ندارید 6 ساعت بیشتر بخوابید. حالا روزی وقتی بوده 6 ساعت کافیه و برای کسانی که علم میخوانند. حالا اطباء یک چیزی گفتم ما پایبند و اطباء نیستیم. ما تجربه کردیم مرا 4 ساعت گاهی بوده که خواب نرسیده. بالاخره به کارهای مردم گرفتار بوده هیچی نشده. ما یه اساتیده بررسی میکنه زندگی 2 ساعت خوابیدن 3 ساعت خوابیدن و شما 6 ساعت که میخوابی کافی. 4 بیدار باش برای نماز بخونید. این نماز تاثیر داره. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. بیداری شب نفس صفای معلوم میکنه و قرآن خوب تلاوت میشه و شما قرآن تلاوت بکنه. خیلی یعنی واقعا گاهی آدم فکر میکنه میخواهد که بزنه بر سرش و گریه بکنه. آیا حافظم قرآن نمیخوانم؟ قرآن حفظ کردن از زاهدان آباد خود همه نزدیکان ما جایزه گرفتن و سوالشون میکنه یک لفظی از قرآن بلد نیست. و چه قرآنش میخوانده؟ شما را که گفته شما حافظی توی کلاس حدیث میپرسین آیه را میخوانن گیر میکنن و شما حافظی. و حافظ یعنی چی؟ حافظ یعنی کسی قرآن حفظ داره. تو همون زمانی که حفظ کردی قرآن بلد نبودی. حافظان ما همون روزی که جایزه میگیرن کل قرآن بلد نیستن باید برن دور کنن. این نشد. حافظونی که قرآن اینجا ببنده قرآن هیچ باز نکنه و قرآن شروع کنه از اول تا آخر تلاوت کنه. حالا یک وقت یک جای متشابهات گیر میکنه یک لفظ نگاه کنه قرآن. ولی حافظی نمیگن. حافظ اینو نمیگه که قرآن اگر شما حافظ باید فرق من و فرق شما چیه؟ منم قرآن نگاه کنم تو هم قرآن نگاه کنی. منم یاد ندارم تو هم یاد نداری. تو را حافظ میگه منم برای چه نگاه؟ و این نشد حافظ. این نیست. صحابه برای این خاطر قرآن حفظ نکرده که رمضان بخونن. شما بر اساتیدتون سوال کنید. صحابه هرگز اینطوری حفظی که ما میکنه نداشته. زنان صحابه مردان صحابه اونا حفظشون حفظ بود. حفظ اون بود که اونا از برداشتن و در نماز شب قرآن میخوانن. قرآن مال نماز شب نماز روزه. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله که میگه که من در سنت ها قرآن عظیم و چند پاره در سنت ها تلاوت میکرده. سنت های ظهر سنت های شب نماز سحر. شما دقیقا در سحرتون یک پاره قرآن تلاوت کنید. و در بین نماز مغرب و عشاء تا عشاء وقتی که فارغ میشه او وقت هم قرآن بخونید. روز هم از نماز صبح بعد تلاوت. شب اینجا تلاوت بعد عشاء تلاوت داری شما بعد عشاء. بله این وقت شما رو فرصتی هست که میتونید پاره تلاوت کنید. شما حافظان حداقل روز 3 پاره بخونید. اگر شما قرآن فراموش کردید اگر شما قرآن سیار نشدید بیایید منو بگید که شما مرا اشتباه درست دادید. روز 2 پاره زن هست همه نزدیکان ما هستند که زن قرآن حفظ کرده روز 2 پاره تلاوت میکنه و نیاز هیچ نداره قرآن نگاه کنه که بخونید. ماه یک بار 2 هفته تمام بشه قرآن فراموش نمیشه. ولی مخصوصا 3 پاره که باشه در روز ماه 3 ختم سال چند تا ختم میشه حساب بکنه چقدر ثواب به شما میرسه. وای حافظا خود را چرا محروم کردید؟ شما محروم میشی روز قیامت که قرآن نخواندید. آقا شما میتونید قرآن بخونید در اجر ببرید. او حافظی که شفاعت میکنه بری بپرسید کدوم حافظه؟ همون قرآن فراموش کرده، همون که نمازش قضا میشه دستاربندی شده، همین به خاطر همین دستاربندی شفاعت میکنه. من رفتم کلاس حفظ اونجا زده بودن یک تابلوه که روز قیامت حدیث که اقرا ورتک و رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. روز قیامت میگن قرآن بخون و برو به درجه های بهشت. شمرده آهسته آهسته بخون و برو سریع نخون. گفتن که شما که قرآن که یاد ندارید روز قیامت چه میخوانید؟ میگن بخون و برو. تو قرآن که حفظ داشته باشی میخوانید، تو فراموش کردی قرآن. تو روز قیامت چه میخوانی؟ میخوای بری به درجه بالا. حافظه کلا سر خودتون نگذارید.
حافظه خودتون خود فریب ندید. خیلی چیزا ما خودمون نفس ما را فریب میدید که مگر نفس شناسی بخونید. علم نفس فرض. اگر خواندن هدایه فرضه و قدوری لازمه، خواندن علم نفس هم ضروری است. این درون خیلی خطرناکتره. شما خیال نکنید که امام ابو حنیفه فقیه بوده، امام حنیفه فقیه بوده، عارف بوده، نفس شناس بوده، ذاکر بوده، عابد بوده. زندگی امام ابو حنیفه را بخونه. امام ابو حنیفه انسان جامعه بوده، نه اینکه فتوا یاد داشته و نه اینکه اجتهاد یاد داشته و فتوا میداده. نه خیر، فتوا انقدر محتاط بوده که شما خودتون همیشه میگید و مطالعه کردید. شورای دایر کرده برای فتوا، بررسی کرده. ما باید راه سلف بگیریم. فردا بلد نمیشید، گیر میکنید، نمیتوانید به درجه بهشت بالا برید. قرآن شما یاد نکردید، یاد کردید و فراموش کردید، جرم داره. قرآن اگر کسی بخونه فراموش بکنه. و لحاظا این حافظ تا آخر حافظ. روزانه سفاره هیچ در تدریس شما من به شما می نویسم میدم که مدرس اگر نماز سحر بخونه درسش را قوی تر میده، فهم و فراستش بیشتر میشه، ظرفیتش بالاتر میده. نماز سحر به شما ظرفیت میده، تعلق مع الله به شما ظرفیت میده، معرفت شما را بالا میبره. من به شما می نویسم میدم که این عذر شما عذر موجه نیست، این عذر باطله، عذر من باطله. از شما طلاب عزیز این شبای طولانیه. شما بخواب 6 ساعت، ساعت 10 بخواب و ساعت 4 بیدار باش. حداقل 3 ساعت فرصت هست شما نماز بخون و قرآن بیشتر بخون. من نمیگه رکعت زیاد بکن، من عقیده دیگری دارم. من معتقدم که قرآن زیاد بخونید، طولانی کنید. مگر کسی که یک وظیفه داره همیشه 8 رکعت میخوانه بخونه، ولی معتقده که نه، طول قنوت این بالاخره فضیلتش خیلی بالاتره، طولانی بشه نماز. شما قرآن بخون، 2 فایده. نماز خوندی، قرآن حفظ کردی، قرآن حفظ بکنی، قرآن تلاوت کنی. کسانی که حافظ نیستن اونها تعداد سوره یاد بکنن، پاره یاد بکنن. امروز یک چیزی عجیبی بود در سب که یک زن 70 ساله بود، 70 ساله زن 70 ساله قرآن حفظ کرده و امروز جایزه گرفت. 70 ساله، 70 سال زنا کور میشن، بسیار زنا دست و پا میافتن، زنا بلوک و عاجز میشن. و این زنی شیر زنی قرآن حفظ کرده، 16 نفر قرآن حفظ کرده بود یک زن 70 سال. من میگه که این زن 70 ساله این نه از چشم میفته، نه از گوش میفته، نه از فکر. اگر میگه فکرتون آخر زندگی فراموش نکنید، به نسیان گرفتار نشید و فکرتون ضعیف نباشه، قرآن حفظ کنید، قرآن بخونید، حدیث حفظ بکنید. این یک چیزی که توی مدارس ما بسیار کم بوده و واقعا ضایع هست، اینه که حفظ حدیث نیست. چرا حفظ حدیث نباشه؟ حفظ قرآن است، برنامه حفظ حدیث چرا نباشه؟ 100 حدیث یاد بکن. گفتن که حضرت مولانا علامه درخواستی رحمه الله میگفتن که 100,000 حدیث یاد داره. ما نپرسیدیم از ایشون، ولی توی مدرسه معروف بود، نزدیکان میگفتن و عجیب حافظه داشت. هم حافظ قرآن بود، هم حافظ حدیث. دعوت میداد دنیا را که شما میگید که فلان بیایید تمام شما مسابقه بدیم. وقتی حدیث روایت میکرد من یک جایی ندیدم. در مدتی به مدرسه مخزن العلوم خانفور خدمت حضرت درخواستی و اساتید اونجا بودم. من یک مرتبه یادم نیست که درخواستی گیر بکنه روی حدیثی و لحاظا ما حدیث حفظ میکنیم، بعد که بخوایم توی جمع بخوانیم و زیاد ما میره. ولی درخواستی رحم الله نه، ذکر صحابی کتاب حدیث هم صاف و روان میکنه و بالاخره شما 100 حدیثی هست، 100,000 نه، 100 حدیث، 200 حدیث. ما چچن رفتیم
همین مفتی عالم چچن که خیلی اونجا موفق شده خدمت کرده، پسرش آورد 500 حدیث پسرش حفظ داد، قرآن حفظ داد، بچه بزرگی هم نبود. دخترش را آورد، او هم همین اندازه حدیث حفظ کرده. حدیث چرا ما حفظ 500 حدیث حفظ بشه، حدیث ریاض الصالحین حفظ بشه، احادیث صحیح درسته. و بالاخره برای حفظ حدیث هم توی دنیا برنامه هست، برنامه بگیریم و حدیث اساتید حفظ کنن، رحمت میاد، نور میآید. قرآن حفظ بکنیم، هر سوره را حفظ بکنیم، برکات میآید. اینا را بخونیم توی نماز. حدیث روزی 20 دقیقه تعیین کنیم، من شما تنها بشین حدیث بخونیم. ابو هریره شب می نشست و حدیث تکرار میکرد، میخوام و حدیث من بخونم 20 دقیقه بخونم، مگر 100 حدیث در یک هفته اگر تقسیم بکنه یا 3-4 شب 4-5 شب، هر شب یک از همه بابای مختلف حدیث یاد بکنه. حدیث برکت داره. حدیث شما اینجا که بگید یه حرف که خودمون میزنیم، او زیاد مشتری نداره، ولی وقتی که بگه حضرت رسول فرموده همه گوشه را همون طرف میکنه که حضرت چی. انشاءالله حدیث حفظ کنید، قرآن حفظ کنید و نماز سحرتون انشاءالله بخونید. آینده که مولانا عبدالکریم تشریف بیارم مسجد ساعت 4:15 4:30 نگاه کنه توی مسجد پر از نماز گذار نماز بخونه. الله شبها که بزرگ هست، ولی بالاخره شب وقتی که کوچک باشه شما میتونید اول شب بخونید، قبل از خواب بخوابی مونه هم درسته، و اگر قبل از خواب بخوانید و بخوابید هم درست، ولی آخر شب فضیلتش بیشتره، ولی اول شب هم برای شما نماز شب حساب میشه. و وضو بگیرید، طهارت بکنه، نماز بخونه. حالا توی اتاقشون شده، مدرسه شده و او طالبا من گفتن که من نیت کردن که یک شب برم بعد نگاه کنن که توی مسجد کسی هست یا نه. ولی و شما طالب الله و شما عذر شما بیجا هست و عذر ما هم بیجایه. ما باید همین عمری، اگر من این عمر بالاخره چیزی نکنم بعد از موت میکنم. و این عبادت پروردگار را داشت، عابد باشی، ذاکر باشی. ذکرایی که در حدیث آمده همین حدیثی که در سنت آمده ثابته. و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخر. این بخاری شریف نگاه کنه چه فضیلتی بیان سبحان الله. عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موقعها. رواه من رواه شیخان هست و بهر این حدیث و یا رواه مسلمه. به هر حال حدیث همین حفظ بخونید. من مدینه ما را بنده نشسته بودم و یک سیاه کمال افریقایی بود، این حدیث میخوان و من لذت بردم از ایشون. حدیث قرائت میکرد از حفظ و تدیر حدیث خان توجه بود. بعد نماز آمد یا ما بلند شده رفتی، خیلی دنیای حدیث و به سنت ها عمل بشه، به شریعت عمل بشه و بحث ما طولانی شد. این یک قسمته و یک عمل ذاتی شما اصلاح جامعه، این جزء عمل ذاتی علمایه که جامعه را اصلاح کنه. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكنتم خير أمة أخرجت ولتكن منكم أمة يدعون. کل قرآن و احادیث بخونید، آخر به همین نتیجه میرسید که اصلاح جامعه، امر بالمعروف، این عمل ذاتی شما. برای برنامه ریزی کنید، برای فکر کنید این شهر چقدر نماز صبح خوابن، زنان خوابن، مردان خوابن، اینا را که باید بیدار بکنه، اینا را که باید بگه. این اطراف کوهستان و این شهرهای بزرگ سروان زاهدان،
این مردم که نماز نمیخوانند محله های ما زندگی میکنند، اینا که بگه به که برسانه و که اینها را پیگیری بکنه و دم خانه اینها را در بخانه اینها را بزنه. اینها وظیفه من و شماست. اصلاح جامعه مهمه. شما هم فراگیری علم و تعلیم دادن علم، آموزش علم و یک فریضه من و شماست و فریضه دیگری من و شما دعوت الله و اصلاح قوم و اصلاح جامعه است. مبارزه با منکرات، با مفاسد، با گناه و این وظیفه من شما. این وظیفه لازمه و این وظیفه ذاتیه و این نباید ما انجام بدیم و رضایت حق با همینه و همین مسئولیت به ما دین اسلام داده. رسالت ما داریم، اسلام به ما پیام داده، اسلام به ما رسالت داده، اسلام به ما ظرفیت داده و ما را برای همه جهانیان مبعوث کرده. اسلام ماموریت داده برای امریکایی را اصلاح کنید، اروپایی ها را امروز وسایل جدیدن، شما توی خانه تو در گوشت نشستید، با دنیا میتونید حرف بزنید و دعوت بدید، اصلاح بکنید و الله تعالی من شما را توفیق عنایت بکنه.